بابا با تلفنتون پیامک اومد. بخیر باشد. بی عینک با چشمانی کورم چی خیلی میبینم ها؟ بابا چی شد؟ بابا اپای نشیده با اینجا بیاد. آقای اکرم اپای نشیده یوری تجیلی جغ زمید. اپای نشیده. بابا جان با شما چی شد؟ نفس کشید. بابا جان با خود آقای اکرم نفس یوری کشید. تجیلی رو زود دعوت کنید زودتر. بابا جان یکم چیز گوید. بابا جان التماس آقای اکرم با خدای آقای اکرم. الو زود یاری تجیلی رو روان کنید. بابا جان دقت کنید همش خوب می شود. بابا جان التماس با خود بیایید. بابا جان زیو لطفاً دروغ باشد. لطفاً لبیپا زورا بابایم. چی؟ با بابایم چی شد؟ صورت های آیلوی دامولا زیارتی. اپا بگویید آخر با بابایم چی شد؟ خیر آخر دیگر چی می شده؟ اولش بد شد و بیمارخانه رفته ایستاده. زود بیا خیر. بابا جون همش از برای من شد. از برای من. از پشت من بابایم به بیمارخانه رفتی. عقل را بین با زنگ بزند. چرا زنگ میزنی؟ بزلم لبای خانم سلین. خانم زورا رو دیدی؟ کمی پیش آجیلم برآمد. بابایش را به بیمارخانه بردند. چی؟ این کجا گم شد آخر؟ سلام علیک خانم سلین. بخیر از کم نما شدید؟ بابای زهرا را به بیمارخانه بردند. آجیلم به اونجا رفتنم در کار. خدا شفا دهد. اما من نمیگذارم که شما در حالت ناتابی ماشین رانید. اجازه دهید من شما را زود به بیمارخانه برم. مرحمت. مرحمت. یه زود شوید. بیمار ما را انتظار است. باید زود روید. مرحمت. خانم سلیم بنازبانا راه نگرده زود باشید. بابا
جان زود باشد بابا جان خوب میشوه بابا جان بابا جان خوب میشوه غم نخورید خانم بابایتون شیفا میابه با بابایم یکم چیز شود چی کار میکنیم پدر خدا نشان ندهد دخترم چنین فکرهای بد رو از سرت دور کن اوه بیچاره بمور حتی دلی من این رو برداشت نمی کند آدمی پیر چخل برداشت می کند ینگا لطفا ای حاله جان من به هر حالت تیار بودنم رو میگویم فهمیدی؟ خیر بیاید به حجره انتظاری گذاریم بس کن دخترم از پشت مادرت رو حالیا جان بیا رفتیم بابا جان بابا جان بابا جان لیونت التیموس سستر هایکون کم ترکی گما خانم سیلن شما خواطر نشوید حاضر میرسیم ماشین بسیار بود است یگان راه دیگر نیست به آن طرف رویم راه دیگر همین گپت گنده سختم رسید خانم زیبا حاضر شما را استاد شما خیر برده ایستاده است لطفاً باور کنید حالی بابای اکرم چه خیل باشده ای خوب است آدم گنده مردنی ندارد هیچ گپ نیست اکرم نالو دویم خفا میکنند خلیجه بیا شوکت سوختم شوکت سوختم چی شد برادر؟ کسی با اون زن رسم مرا گرفتم به همه پهن کرده است کی رسمی تو رو گرفته پهن کرده باشد ای من از کجا دانم آخر خیر مالش تو چیکار کردی زن رو یافتی یا خدایا توبه کی رسمی تو رو گرفته باشد ای کار تو چی آخر یا خدایا توبه تو اون زن رو یافتی نیافتی جواب ده خیر صورت رو کو گرفتی باز چی به همه پهن میکنی حیوان شوکت گوش کن خانه زن رو یافتی نیافتی به من این رو جواب ده رسم رو یک طرف گذار زن رو گم کردم چی گم کردم خانه زن رو گم کردی نه زن رو گم کردم چی از پیش بودم و زن رو گم کردی اوه نه برادر زن رو چی خیل گم کردی ها یک وظیفه داشتی زن رو پای برده خونش رو یافتن تو چی این کار رو کردن نتوانستی ای برادر خدای توبه ماشین بسیار بود آخر پای برده ایستاده بودم خیر. ماشین که بسیار بود آن زن از تاکسی فر اومد و Excuse me, can I ask something? excuse me Where can we eat burgers? سمبوسه سمبوسه Burgers. شما از کجا دانستید که من سمبوسه فروشم این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سمبوسه فروش در اینجا excuse me I love you yes no سمبوسه رو چیکار میکنه قروتو خونه رو نشان دیم در جای های ما حاضر قروتو در موده است قروتو با مزه فتیر شوربه این تمام ملی ما است گوش کن ای دختر بیا رقم تلفن رو با من ده من بگاه تو رو زنگ میزنم به یک جای میبرم که باور که راحت میکنی چی خیر I don't understand what. وان excuse me نمبر تلفن من توی زنگه نمبر تلفنه No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو یا خدایا این زن کجا شد خدا جان بلا زند این زن کجا رفت این خیل تاب خورد و گاز داده رفت بنزین موتورسیکل من تمام شد پو خدا نزند تو ای رو. کلاس توف نکو که توفی تو زرد دارد باز نمیرم
این موتورسیکل رو من از یک کودک قرض گرفتم اخیر. از خودت نبود مگر؟ از کجا برادر؟ من در کیسم یک تنگه خدا نزنه تو رو شکر. رفته در یکم بخلاشکه بنزین گرفته بیارم. خب کن خب. اکنون من چیکار میکنم؟ با تو باور کردم یک کار رو حل میکنی گفتم. این عیب من است. چرا با توی احمق من باور کنم؟ این خیلی نگو برادر، چیکاری نکنم تو از من راضی نیستی. موتورسیکل رو کو یافتم، او رو پای بردم. من او رو مییابم برادر. از کجا مییابم؟ من این زن رو به گپ میدرارم. بین اگر من او رو نیابم تو دیگر مرا شوکت بیا مانه. انتظار شو. من وعده دادم. با وعده هم وفا میکنم. با گفته بودی که بنزین یا خدای از این خیلی بندگان دروغیت مرا محافظت بینما. زهرا جان چی این طرف و اون طرف میروی؟ در یک جا بشین. نمیتوانم نشستن. چی خیلشینم؟ بعد از این قدر شرمندگی او چی خیل میشیند؟ خاموش باش. ای پدر و همش تو گناهگار. دیده ایستاده ای؟ اپا و خواهر از حاضر بدبینی رو سر کردند. ای مادر چی؟ روزتون بخیر. تشکر، سلامت باشی. عزیزم موسفه چی خیل؟ نه اینجای همین خیل گپ است مگر. چی خیل شد این اخیر؟ آخر انا آن دامولازیو اویلادور بودنی دامادی دوست داشتهاش معلوم شد آخر. این نیه؟ اخیر رسم های دامولازیو رو با زن و کودکش دید. خیر مایلش خبری خوش گیریم آبا. خبری خوش البته میگیریم. زنک جان با باید با قوت است. این رو پس سر میکنن. خواطر نشو. ما را جدا نکرده به هیچ کجا نمیرود. نمیدونیم حالا در نزدش انتظاریم. جانم برای شما چای افته آوردم. بیرنگش رو با من دهید. تشکر دخترم. چرا حالا هم به بیمارخانه نرسیدیم؟ مرا به کجا وردی بچه؟ خانم سلین قریب به بیمارخانه رسیده. وحیم نکن. من چیکار کردن را میدونم. در خلقت میگوید که گرگانی را انا من همان هستم. خواطر نباشید، راحت باشید. با شیرنی پختت ما را کشتی سیوال جو. این شاق آخران خوراکت می شود. رحمت سیوال. تشکر دخترم. من میگویم که آقای اکرم به بیمارخانه افتیده است. تو میگویی که تهمت است. نه نشیده جان دامولازیو این خیلی کار نمی کند. چرا شما با گپ های هر کس باور میکنید؟ عزیزم تنها گپ می بود با کنی. در بین صورت های دامولازیو با اویلش هست. چی؟ صورت هایش رو؟ بله صورت هایشان. شاید آن صورت ها رو با کامپیوتر ساخته باشن. لیکن سمبوسه های من اینقدر بالازد نمی شوند. خیر زهرا چی فکر دارد؟ آیا حالی فکر کردن دارد زهرا؟ او در غمی بابایش هست. به خدا پول هیچ چیز بوده است. خوشبختی را با پول خریده نمی شود. آن صورت ها ساختن. کسی ساخته است. وای 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 معلوم شد که داملاتون ساخته بوده است ها؟ تو گپای ما رو گوش داشتی ها؟ داملو رو بینه؟ داملو رو بینه داملو رو. در آخر شکارچی بار اومده؟ شکارچی زنهای ثروتمند ها؟ یک کار بار اومد من رفتم.
وای این نمک در اینجا بوده است او رو ندیدم اکنون به گوش همه محله رفته میرسم من رفته طبقای خورده رو جمع کنم. رو خوب نشد. شما رو آگاه کرده بودم. بله آگاه کردیم. گفتم که او چه حیله دارد. گفتیم که چه حیله دارد. دیدید همه کارهای او آشکار شد. بله آشکار شد. دامولا با شما چی بدی کرده است؟ شما در حال از فیل پشه میسازید. کی؟ تو پشتی او رو میگیری اما او به نماز بامداد نمی آید. هجری استاد در کجاست؟ در کجاست پسرم؟ در کجا؟ نگوید که نگفتم. باز نگوید. او از شرمندگی گریخت. او گریخت. او دیگر به اینجا نمی آید. دیگر نمی آید. هوی خورد. غیبت و تهمت به مسلمان نمیزیبد رفیقان. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت آقای خلیل. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت اکا؟ حتی آقای اکرم او را از خانهش رانده است. بله رانده است. او دیگر نیست. عیان است حاجت به بیان نیست. از دهان یکون شنیدم. آقای اکرم گفت نیافتی از خانم نشیده. همش معلوم است. بله همش معلوم است. رفیقان از همه زیبنده آن است که در بری دامولایمان باشیم یکی تهمت باشد. بعد این قدر کار باز به او باور میکند. حالا به او باور میکنید ها؟ اگر دامولو کم ترک ننگ و ناموس داشته باشد دیگر به اینجا بر نمیگردد. بعضی گپ رو گفتی. غمگین نشوید. حلقم قوق شد یک چوی بیار. مایلش خانمو برو یک چای کبودم کن. برای جوان ها فرمایش ده؟ یک چای سیاهی دیگر هم. من نمی نوشم چای. اپای مبارا برای من لیمون چای دم کن. هجری به پول هست. از حساب آنها است. من از حساب این تهمتگرها چای نمی نوشم. تهمتگر؟ بس کنید اکا هجری. چه خیلی بس کنم؟ بس کنه. خداتان را حرمت کنید. اینها به پدرند. دختر تلفن رو برداشته جواب ده. خیر تمام و من باور نمیکنی اما اقلا حال بابایت چه خیلی است از اون خبر ده. خدایا توبه تو به این بندت مدد نما. مدد نما. کجا آمدی ای دیوانه؟ رای کتوات با جنگل است؟ خانم سلین شما را ترساندن نمیخوام اما با فکر ما رای کتو رو گم کرده. گفتی همه راه رو میدونم ها؟ خانم سلین آرام باشید من حاضر یک رای دیگر رو معاین میکنم. ما پروفسیونال ها همیشه نقشه A B V G D Z داریم. یا اینکی یا که تو مرو یاری دیه روشید رو من کنید از مرا دوزیدن یاری دیه. ای خانم سلین من شما رو برای چی میدوزدم؟ یاری دیه دختر آرام شو. خب کن میگویم یاری دیه نجا دیه مرا. خب کن آز عبری میکنم. من تو میگویم خب کن یاری دیه. آره دختر ترزه ماشینه پوش آز همجا خرگوش های خره میدرویا اینجا را جنگل میگن پوش دیدی داره؟ دیوانه احمق. یه بس داد نده که آزاد بگیرم. ای استاد ترسوندی. والدین آقای اکرم شمایید. خواتیر نباشید او به هوش آمد. تشکر زیاد آقای دکتر. تشکر آقای دکتر.
شکری خدا اپا جان. روزتون بخیر. تشکر زیاد. اگر با بابایم یکون چیز رخ میداد تو رو نمیبخشیدم. دخترم من این پول رو گیر، لیکن با مادرت هیچ چیز نگو. مایلش بابا جان. درس‌هایت رو خوب خون. تشکر زیاد. تو بازدی. خیر مایلش. السلام علیکم. علیکم سلام داملا. تو چرا با زهرا چنین کار کردی؟ خفه نشوید داملا، اما این به شما نمیزیبد. آقای بختیار اقلا تو با من این کار رو نکن. من رو تهمت کردن، خلاص شدن، نتوانسته ایستادم. همه من رو گپ میزنن، اما این رو حل میکنم. آقای اکرم خوب است؟ خوب است. یاسمان حالا از بیمارخانه آمده بود. مایلش وقتی که حادثه و این خیلی بد شدن، من هم به مغازه رفته برای خودم یکون چیزی خوب هم نگرفتم. من به مغازه می روم آقای بختیار. مایلش داملا روید. شام بخیر. تشکر زیاد. بابا جان. جان بابا جانم عزیزم. ما رو بسیار ترسوندید. تمام نترسید، گذشت. خوبم. بابا جان من عزیزم، مشکل های خودتان یک طرف، باز برای من غم میخوری؟ غم نخورید، خوب هستم. باز گریه نکنی مایلش. بابا جان التماس دیگر در این مسئله گپ نمیزنیم مایلش. مایلش پدر جان خوب هستید؟ خوبم. خوب هستید بابا جان؟ خوبم. خدا شفا دهد آقای اکرم. جنازم را خواندن آمدی؟ همین تو نمی رسیدی؟ اونال چی؟ التماس است تو؟ وای روبین در بستر بیماری هم حتی با ما سر و کار میگیره. خیر تمام تو آروم شو. نه، با دامولازی ها دوست جانی شدن دادها. تو اکنون چی گفتنی؟ دوست شدن میگویم. آقای اکرم میگویم. با دامولازی ها بسیار موافق آمدن. داماد خوب میشود میگویم. لطفاً سفسطه گویی رو بس کن. چی من سفسطه میگویم؟ دیگر او را کافتکاو نمیکنم. تمام کافتکاو نمیکنم. بابایت سالمی شده خودش دامولازی ها را کافتکاو کند. چی؟ چرا این خیلی نگاه میکنی؟ حاله یک بار مرا طرفداری کن، یک بار گوی که من حقم. آدم پیر آخر کمی بدرفتار میشود. بله، پیر و بدرفتاری بد. مرا یگان بار دوست نداشت. دوست میدارد. من تو را دوست نمیدارم. منم تو را دوست میدارم. عزیزم، شوهر عزیزم. این چی بلا زد ماشینه؟ ویران شید، با خدا که ویران شید. خانم سلین، با فکرم که گازش تمام شد. خدا زند تو رو. شما رو نیست. بچه بی عقلی بی ناموس. خانم سلین آیستاقی کتفم در کرده. خب بود. یا خدا، بچه بی عقلی بی ناموس. اول پلیس گفته با باوری میدارد او. باور نمیکنم. خانم سلین چه خیلی بی عقل بی ناموس. این خیلی نکنید، دیگه که من رو میرنجانید. ای در دیلت. سفرو بخیر. اکنون به کجا آمده باشیم؟ حتی موج تلفن نیست. گویا به چکوری جهنم آمده باشیم. ای مرا به کجا وری؟ همه جا پری لای است. ای خانم سلین به همون هم هوا خنک. بینید باز باران بریده ایستاده است. خوبش به موشه شینید.
چخیل من با تو بر این دیوانه باور کردم. با کجا آمدیم؟ از اینجا چخیل نجات میابیم؟ خانم سلین خواتیر نشوید، من دربار شمایم، غمگین نشوید. از بودنی تو دربارم بسیار خواتیرم. بارون بریده ایستاده است. خنک خوردم. با من نگر، از خفای من بیو که سرت رو میکوانم. دیوانه. خانم سلین بیا ماشین تلک زودید بشوم میریم. کجا میروی؟ اینجا جنگل میگن و موشه پیشک نوپاکدیه میخرند به خدا. آغاز چرا استادمان رو تهمت میکنن؟ از کجا میدونم اکه اجری؟ سلام علیکم بچه. انا استاد آمد از او میپرسه. اجری سوال نده، هیچ نپرس که دیگر قوی به سوال ها جواب دادن نداره. سوال دینی نه استاد. امروز اکه ایرج گفت که اما که ایرج چی گفت؟ استاد چرا شما رو تهمت میکنن؟ با خدا نمیدونم چرا ما رو تهمت میکنن. با این مردم من چی بدی کردم؟ تو جواب این سوال رو در دفتر نویس و من بعد از تو جوابش رو میپرسم. همه با من کار دارن. توبه. خدایا با استادمان کمک بکن. مرکز کار نمیکنه. عقل تو کار که نکند این تلفن چه کار میکند؟ ای خانم سلی سری مرا مثال نیارید. این تکنیک است. تکنیک رو برده در استخوان ساز میکند. رقم های تلفن رو ده ساز که شد حتما زنگ میزنم. اول تو سری ویرونی خودت رو ساز کن. این چی بود؟ بلازد خانم سلی من شما رو ترسودنی نیستم و لیکن این آواز گرگه. چی؟ گرگ؟ در جنگل حیوان ها بسیارن. گرگ، روبو، خریگزنده، موری زهردار، کرتکیلاس. ما باید با دقت باشیم که کرتکیلاس بسیار خطر دارد. اما نترسید، من همراهتم. غم نخورید. در آغوش تو میمیرم. بیا ایزو نکس بیا. دستت رو گیر. با من دست نرسان. ای خانم ایستم. بیا من به شما راه راست رو نشان میدیم. راه درست از تو دور بودن است. دیوانه ابله. پوچم. پروا نکنید خانم سیلین، من همراهتان هستم. آرام باشید. بسیار درد میکند، سخت درد میکند. حاضر. خوب شد که من با خودم کلچه گرفتم. نکن. چی کار کردن میخوایم؟ خانم سیلین جای مار گزیده را خونش رو تازه کردن در کار. شما تنها گوید که مار کجایتان رو گزید. من در آنجا رو فوچیده زهرش رو میخورم و از شما خلاص میشم. ای دیوانه چخیل زهری مار پایم در کرده ایستاده است. پایم. خانم سلی شما با کار پروفسیونال ها دخالت نکنید. فقط گوید که مار کجا رو گزید. با خدا قسم میمیرید ای دختر. گم شو. با خدا یک شته بزنم میپری. پاچم درد میکند، رفتن نمیتوانم. همش برای تو شد. اگر خونه خورده باشید آتش رو درگیرانم. در 12 سالگی هم در جنگل گم شدم. به گوگیرد علاو رو درگیراندم. باران نباریده آتش رو درگیراندم. دیوانه احمق. دیوانه احمق. دیوانه احمق. تنهای خدا تو را مار گزد. مار رو هرگز نمیگزد. خدایا از دست این آدم من دیوانه میشوم. با خدا این باد هوای فارم در جنگل ببین. با این آدم دیوانه میشوم. گم شو. اطاعت سیلین. مرحمت اکا. مونده نباشی برادر. ای رحمت اکا خدمت. یک چیز رو پرسیدنی هم در همین طرف ها یگون زنی سرگردان و شبهناکی دیوانه ندیدی؟ از همین محله است. انا اینش رو نمیدونم. وای با اندامش سیاه بیا که زردینه در است. سرش رومال داشت برادر. زنهای رومالدار در اینجا بسیارند. ای باشه سوال دادن سوال جواب ده. دیدی گوکی دیدم ندیدی کن؟ نه ندیدم. بیا یک شاورما تیار کنم. بیار در همینجا میخورم. من فکرم تموم شده است. از گپت گشتی یعنی؟ با درون درایید؟ او در درون من چیکار میکنم؟ ای رو از سرت ماند شاورما. برادر خسته نباشی. رحمت. ببخش که گپت رو بریدم.
در این طرف ها یگان زنی شبهناک ندیدی؟ با فکرم تو راهزن هستی. نه من راهزن نیستم. آن زن دیوانه است. حالا تو نمیدونی چی کارها ای کرده گوش است. کو یک طرف هیست وقتی مرا نگیر حیوان. ای بچه این چه خیلی گپ ای زنی؟ گم شو. ای خدا بزند. پدرت سلام گوی. سلام علیک. و علیکم السلام. چند روز پیش در این طرف ها یک زن رو گم کردیم و او رو میجویم نمیابیم. او رو ندیدید؟ به خدا ندیدم برادر. در سرش رومال و در تنش لباس دهاتی داشت. او رو ندیدید؟ من یک ماه زنی خدمت ندیدم. مایلش. من این حالتی تو رو میفهمم. از دیگر کس پوس برادر. این رو گیر خوراک خر زن تو رو به خونه راه میدهد. تشکر برادر. مایلش خمه رفت. راست است که زندار حال زندار رو میفهمد. رحمت برادر. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا این نماز ما قبول کند. بچم خدا قبول کند. هجری چه خیلی جوره. یک لحظه برادران. هر وقت شما امر معروف میخواستید این شب من این را میخواهم. بنشینید. داملا جان تگردم. بله استاد، ما تشنه سخنهای شما هستیم. مرحمت بنشینید. محترم جماعت، ببینید چیزی را که ندیدید، چیزی را که در اصل نمیدانید کی گفت و برای چی گفت نفهمیده. حکم برآوردن نادرست است، عیب است، گناه است. چی بوده است؟ عیب است استاد، گناه است. مگر من همیخیل گفتم؟ یک تا گفتم. لطفاً با دقت باشید. نادرست است، نادرست است، عیب است، عیب است، گناه است. گناه است. اکنون با شما یک کسی خبر آورد. باید ببینید او کیست و چی نیت دارد، چی درد دارد. تا اینها را نفهمید به او باور نکنید. تهمت است یا نه، اساس را ندانستن نباید باور کنید. تهمت مانند کیرم است که درون میوه را میخورد و ما باشیم حتی از این خبردار نمیشویم. بله داملا، بسیار مثال خوب. میدانید این چی دفتر است محترم جماعت؟ این دفتر از استادتان به شما یادگاری مانده است داملا زیا. بله. من از این دفتر یک حدیث را از پیامبر گرامی قدرمان میخواستم نقل کردم، معنایش را به شما فهمانم. پیامبر عزیزمان درود خدا با او و آلش در این حدیث چنین فرمود: از راه راست کنده نشوید. راه راست شما را خوشبخت نموده به جنت میبرد. دروغ گویی نکنید. دروغ آدم را به گناه، گناه به دوزخ میبرد. ببینید در دیگر حدیث باشد پیامبر عزیزمون فرمود روز قیامت برای بر دروغ تهمت کردن یک برادر مسلمانت بسیار سخت عذاب میدادند. چی بوده است محترم جماعت؟ عذاب شدید بوده است. کی را عذاب میدادند؟ کی را عذاب میدادند محترم جماعت؟ مرا مگر گوش نکرده؟ تهمت چی؟ دروغگو و کسی که بیگناه دیگر کس را گناهکار می‌حسابند. امک جان گوش کنید، من یک بار دیگر میپرسم. من یک زن را میجویم. این محنه پوری زن است. او کدامشو میجویه؟ قدش انا این قدر است. قدی همه زن ها همین قدر میشود. یک زنی در سرش رویمال لباسی دهاتی دارد. نصف زنهای این محله کرته و رویمال میپوشند. بعد تمام امک جان فراموش کنید، گویا که من شما را نپرسیدم. مرحمت گیره. چی گیرم؟ منظرین نرخش چند بوده است؟ 20 سومو. برای شما 19 سومو. سرت سفید اما که یک دانه مندرین خیر کنی میمری. برای کار اما کی؟ رحمت. کنی بینیم در چندم آشیانه زندگی میکرده است این زن. به خانه‌ات خوش آمدی. سراغت را به کلتکل از جان روان کنم. بله این بود موضوع این شام ما. با همین تمام محترم جماعت.
داملا خدا از شما راضی باشد. تشکر. اکنون همتان از پای کار و بار خود شوید، به نزد فرزندانتان روید. تشکری زیاد استاد. یا بسم الله. داملا شبتان بخیر باد. هجری پگاه در یگان جا آشی نهار نیست؟ در محله بالا. باز تنها نرویم. اوه شوکت، تو آمدنی من این زن را از نظر دور نکن. اکنون نوبت تو شد هیلگر. مادر، تلفن شما زنگ میزند. چقدر به مادرم چی کار داشته باشد؟ به من زنگ نمیزند، به مادرم چرا زنگ میزند؟ این کیست؟ چی؟ کاری دنبالو تمام شد. آه مادر چی نیرنگ کردی؟ من به تو نشان میدهم. خانم سیلن اگر خونه خورده باشد کودکم رو دیم. نمیخواهم. ما تو سهر در اینجا میمانیم. یک دقیقه. تو سهر در اینجا میمونیم، بعد سهر از اینجا میرویم. بله، پگاهی بر وقت به خانه پای سلطنت میرویم. در آنجا یک پیاله چای مینوشیم. همین رو حس میکنم. حسیاتت از سرت ماند. خانم سیلن آرام شوید، کم ترکه گرم میشه، بعد هر دومان اطراف رو از نظر میگذارونیم. من با تو به یگون جا نمیروم. در روزی روشن به بیمارخانه گفته به جنگل آوردی، نمیشود. کی میدوند که باز چی نیت داری؟ اما خانم سیلن طرف خوبی کورم بینید، یعنی از غوغای مردمان دور و در آرامی، در آغوش طبیعت زیبا، هوای تازه این جنگل رو نفس کشیده، هر دومان خرسندی میکنیم. ها؟ با تو خرسندی؟ بهترش یگون و خرسند نباشم. خانم سیلن بود نبود من در یک قشلاق کلان شدم. در خردیم با رفیقانم از قشلاق گریخته به جنگل میرفتیم و آتش رو درگیرانده در آتش کارتوشکه میپختیم. سری چند موری غمسه رو خورده بودیم. حتی از خاطرم نمیرود که پدرم مرا باور کرده تنها به چوپانی روان میکرد. سری چند بوزی دیگر رو در آنجا خورده بودیم، اما با پدرم میگفتن که بوزها را گرگ خورد، ولی در یک روز آفتابی پدرم آن گرگ دو پا رو دستگیر کرد. نازنکه کشاده شب آواز چپ کمتر بر راست سبیل مانه دارم این فیلم که یک برده میکشویم. کنی با دیگرش سنجیم؟ با فکرم مهلت استفاده برای این هم گذشته است. بازیگرش رو میبینیم؟ بنا زند کشاده شد. بسم الله. میامم شکست چی؟ بسیار روزای خوب بودن.
اون وقتا من یک سکچه خردکک به نام رکس داشتم. او تنها ما رو میشناخت، اما سکچه بعضا وقتا شیرش رو نمیخورد و ما رو از خفش میدواند. یک روز پوچم رو گزید، فهمیدم که کلان شده است. سگه را خون دل دادم که با من آشنا گردد. ندانستم که سگ حیوان بوده است. حاضر من به تو نشان میدیم. کنای او را سر شده کنم. هی مرده خواب بود از که الو ای دختر بخیزت زنده هستی؟ خوب میره ایزا نمیکشی. ای دختر زنده هستی خیز؟ تو کیستی دیوانه؟ تو حالا خواب دیده ایستاده ای. تو زنی گناهگاری، انسان محترم دامولازیا را تهمت کردی. برای این گناهت 125 سال در دوزخ می سوزی. تو چی سفسطه میگویی ها؟ تو کیستی و در اینجا چی کار میکنی؟ نمیفهمی مگر تو دامولازیا را تهمت کردی. اگر این گناهت را به همه اقرار نشوی دیگر از خوابت بکشو زنگ میزنی. حاضر به تو خواب رو نشان میدیم. گوشم انا به تو گوشم دیوانه. سرم کفیده. الو این پلیس است؟ یک روزم به خونه هم در اومده است. زود به خونه من بیایید. خانم سیره خانم سیلین تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ خانم سیلین من هیچ کار نکردم. در اینجا از روی شریعت خواب کردن ممکن نیست. بعد تو چی؟ خواب روم نرم بعد تو چی؟ خانم سیلین در خونکی میمیرین. در فیلم ها ندیده که چخیل آدمان از خونکی چخیل میمورن؟ ایتیوت نیمی حیات. دیوانه حاضر مگر بخت برده ایستاده است؟ تو خواستی که هنگامی خواب بودنم به من نزدیک شوی ابله. خانم سیلین من 5 وقت نماز میخونم، مرا تهمت نکنید. من قسم خوردم که تا توی نکنیم نزدیک نمیشم. دمت رو گیر، از من دور شو. خانم سیلین با کجا میروید؟ اینجا جنگل استید، پاچتون در میکند، باز گم نشوید. تو رو گم کنم خودم دیگر گم نمیشوم. دیوانه. خانم سیلین استید، من الله را پوف کرده کشم. به محافظت نروید که اینجا خطرناک است. باز 1 دقیقه. سیلین برادرم من یکم کار کردنی نبودم، تنها یک چیز رو خواستم پرسم بعد برآمده روم پایم لغزید. خدا تو رو زنه شوکت از عهده یک کار نبرآمدی. دیوانه حیوان. چقدر این دامولازیایی تو دست دیوانه خود را به سری من فرستاده است، اما من کار را حل کردم، به دست پلیس سپاریدم. لیکن چقدر پول داده بودی باید همون قدری دیگر بدهی. چی شد آن مسئله گفته درباره در فیلم نقش اساسی رو بازی کردنی من؟ با این لطه سفیدت تو چی خیلی به خانه مردم در آمدن خواستی ابله؟ زبانت رو خوردی مگر؟ زود جواب ده.
چی جواب دیم سردارم؟ یگان جواب میدادگی ندارم. برای چی این کارو کردم خودم هم نمیدونم. من نمیدونم چرا من در این حالم سردارم. بعد مردنی کالت کیلاس با من چی شده است نمیدونم. هیچ نمیفهمم. و چرا من رو به اینجا آوردن رو هم نمیفهمم. من نمیفهمم برای چی من رو به اینجا آوردن. سردارم من رو به دکتر برید. وضعیت من بسیار میزه. دستانشو کشوید. دفع شود از اینجا. من رو به دیوانه خونه برید. من دیوانه شدم سردارم. سردی برادر سال شدم. با دیوانه ها سر به سر شدیم. همین هم خور شد. کمتر دیگر با این آدم ایستم دیوانه میشوم. خانم سلین ایستید. در شب تاریک دور نرود که خطرناک است. خانم سلین عاقبت راه را یافتم. سلین جان التماس ایستا. از پشت من نیا ابله. خانم سلین تا حال مرا ابله میگویی. به خدا دل مرا میشکنی به شوهر میمونی. من گفتم از پسی من نیا ابله. میگویی دخالت کنیم دختر رو یاردم میکن. خانم سلین بسیار راه گشتن به شما ضرر دارد. ای خدا از اینش گریختم دیگر خویش پیدا شد باز. اینجا چی گپ است؟ دختر رو به حالش گذار. دیوانه هستی؟ به شرف با دختر دست میرسون. ای اشور مستی خودت را حرمت کن. ای بخت و کارم همیشه برار نمیگیره و نمیگیره. هر دو شما باید با اون دختر حمله میکردید و من شما را مثل سگ لطگوب میکردم. فهمیدید؟ همین طور من قهرمان میشدم اکا. تو چی ها میگویی؟ ما را مسخره داری؟ این چهار چشمای بیناموس از حد گذرند. از سر و کفیده. ایسته رهایش کنید رود. به شما میگویم او رو سر دهید. با خدا نام همه ها را میزدم که با اومدی دخالت کردی. اما بخیر است. خدا شما رو دوست میداشته است. ماشینتون کار میکنه؟ ها کار میکنه. خیلی خوب. تینجی است؟ سارمان آهستران شوکت. من دو چرخه ها هیچ عادت نکردم. برادر جان ها برای برآمدنم از محبس هیچ کمک نکردی و عاقبت مجبور شدم که خودم برایم. یا خدا این هم پرابلم شد. تو چه خیل با دوم این پلیس های لعین میافتی من هیچ نمیفهمم. آن شده رو چی بود که بسرت کشیده با اون خانه رفتی ها؟ ای برادر این کارو در یک فیلم دیده بودم. فکر کردم که در حیات میشود لیکن نشد. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم شوکت از کجا دانم. آن شخصی که وای زن رو پیش من فرستاده بود بر وقت کار زن رو تمام کرد. مدل کردیم. برادر این چه خیلی زندگی است هیچ نفهمیدم. من هم نفهمیدم. در اصل این چی حیات است؟ توی هم ساختن، شناسنامه هم ساختن، دامولا بودن هم ساختن. من کیم ها؟ راست میگویی تو کی هستی؟ همین رو میگویم من کیم؟ برادری منی. تو برادر جانی منی. توی شناسنامه هم ساخته باشد لیکن برادر جانی منی. از تحت دل گفتم. باز یک بار دیگر در کشاوز میگویم. قندت از زن برادر. بسیار خوب گپ زدی. ما رو خرسند کردی. نمیارزد یک چیز گویم. بگوی. در کجا خواب میکنیم؟ اوف برادر شوکت رفتیم. باز با مسجد میرویم. کیرس جان همین مسجد رو به نامت کنی نمیشود؟ کالت کیلاسی بشرف تو چی خیلی کارو در حق من کردی؟ چرا تو خودت رو کشتی؟ چرا کشتی ها؟ من باید تو رو میکشتم. چی شده ایستاده است؟ به یاد آورده ها؟ ها؟ به یادم آمد. این تو هستی ها؟ وای بیشرف، وای کالت کیلاس. انا نام همه چیز به یادم آمد. تو ما رو پرانده بودی ها؟ تو یک ترسانچه که بیشرف بوده ای.
ای برادر تمامش هیچ به یادم نآمده ایستاده است. اخلب را خوردم به یادم نمیارم، به یادم نمیارم. ای خیر، ما که رود بلا بپسش. مرده رفتان بشرف، اما در حق مرده این خیل گپ ها گفتن لازم نیست. من خوبش رفته داملازیا را میگویم که من را چلیاسین کند. داملازیا؟ داملا در اینجا 500,000 لیره هست. کالتاکلوس! پدر جان سرتون رو برکنید. انا بابا جان. تشکر دخترم. نوشی جانتون. خدا شفا دهد آقای اکرم. تشکر چغتای جان، تشکر. لطفا خودتون رو احتیاط کنید جناب. شما برای ما بسیار عزیزید. زهرا، تو کارخانه رو تماما فکر نکن. تا وقتی بابایت صحت نشود از پیشش نرو. ما با سیلین حل میکنیم. بله، من هم همین خیلی گفته بودم. جانم، من با این گونه انسانی با فکر بودنی چقدر فخر دارم. بسیار خرسندم. با اجازت شما جناب. برای آمدنت بسیار منت دارم چغتای جان. تا باز دید. هیچ گپ نیست. شما صحت شوید، دیگرش خوب است. من چغتای رو گسل کنم. من هم گسل کنم. چغتای دیدی اکنون کسی دیگر نامی داملازیا رو به زبان نمیگیرد. افسانه وی به انجام رسید. پیروز شدیم. با یاری تو بسیار کاری خوب کردی. آن زن رو از اینجا به دیگر جا فرستادی. یعنی اگر داملازیا او رو یابد خدا نشانه دهد. از کجا میابند؟ تو خواطر نباش. آها. وای دروازه محکم. مرا درمانه نمی شود. چغتای چغتای یک لحظه من رو انتظار شو. چه شد ملیس؟ دروازه رو کشو. دروازه رو یک طرف گذار. یک مسئله مهم است. زهرا باید با دامل و اویله دار شوند. خواستم این رو از من شنوی. چی گفته ایستودی؟ میدونم بله، بابایم بسیار خشمگین هستند، اما او داملازیا رو میبخشد. ملیس سفسته نگو. وای آدم زن و فرزند دارد. امکان ندارد. تو چرا به توی آنها اینقدر مقابلت نشون میدهی؟ حالا هم نفهمیدی؟ برای اون که حاضر یکتا با یکتا میفهمونم. ملیس من زهرا را دوست میدارم.
جکی دنگیر حاضر همش رو من میفهمم. این عشق من شوخی نیست. این یک چیزی است که تو نمیفهمی. اگر خواهی میتوانی مرا دیوانه گویی. عقلش رو خورده است. چیزی که بخوایی مرحمت. این دیوانه رو ببین، عقلش رو خورده است. حیوان. اما زهرا از آن ایمان میشود. رو خوردی. یعنی برای وی شده همه کارا میکنی ها؟ دروگویی، فریبگری، شیطانی ها، چاقکنی ها. میلیس، تو تا حال نفهمیدی. برای او من آدم میکشم. بسیار خنداور. زهرا دوستت نمیدارد. این را بفهم آخر. حتی از رویت نفرت دارد. در زبانش نامت را هم باره نمیگیرد. دل زهرا به داملازیا است. او داملازیا را دوست میدارد. با دختر به من عاشق شده است. تمام؟ بله تمام. اکنون رو در گذر و کشا. حاضر من با تو نشان میدیم ابله. کیست؟ منم. تو پول را آوردی؟ خودم رفتم میگرفتم. این دفعه ما شما رو میبریم خانم. اینجا بر را کجا میگریزی؟ چه گپ است؟ من یگان گناه ندارم. همه کار را این کرد. میدانم، اما این حادثه را با انسان‌هایی که گفته بودی رفته با آنها میفهمانی. من به هیچ کجا نمیروم. کی گفت که نمیروی؟ جان گفته میروی. گوش کنید، یا که رفته تهمت بودنی گفته هایتون رو نقل میکنید و یا که به پلیس رفته شکایت نامه می نویسم و آنگاه عمرتون رو در پشت پنجره میگذارانید. چه خیل پنجره؟ در این کار من یگان گناه ندارم. من هم همین رو میگویم. همراه ما میرویم و پرابلم نمیشود. نترس، رفتیم. تمام. چقدر یک کار را از عهده‌اش نبر اومدی. رفتیم وقت نیست. پجام شوکت و درون در آمده چقدر رو با بند بسته زنگ مرا انتظار شد. تمام. مایلش برادر جان، اگر اجازه دی سری امیر قاق بتراشون. نه برادر، چی در کارت رو دوام ده. پیش درو. لباس هایم را عوض کرده بر میگردم. مایلش انتظارم. تشکر زیاده پیشناز. من نمیخواهم. داملازیا اگر اینجا می بود باز خودش را راست کار نشان میداد. اما راست میگفته است. عاشق بودن خودش را به زنش آشکار کرد. همین طور است. یعنی یک داملا همه ما رو در گردیچلیکش بازی دارد. صبح بخیر. صبح بخیر. بابا جان، چرا از جایگاهتان خیستید؟ خوب شدید. دخترم، جانکم. خوب استید؟ بسیار خوب. مرحمت کنید. چی شد تولین جان؟ خوب هستی؟ خوبم جانم، خوبم. شما از محله بالا خانم اصلی نیستی؟ بله، از همون محله در یک فیلم نقش اساسی رو بازی کرده بودم. شادم که شناختید. مرحمت کنید. رحمت. این زنی داملازیا نیست؟
لطفا مرا ببخشید خواهش میکنم. بسیار به پول احتیاج داشتم، حالتم متشنج بود. لطفا این را به پلیس نگویید. این آدم را بیگناه تهمت کردم. برای پول شده به این نیرنگ دست زدم. من همسری دامولازیو نیستم. از شما عذر میپرسم. پس تو همسری کی هستی؟ یا که دامولازیو تو رو مجبور کرد تا که آمده ما رو فریب کنی؟ نه، برای پول گفتم کو، اما وجدانم نبرداشت. یک آدمی دیندار رو با آبرو را تهمت کردم و هر شب ناراحت خوابم میبرد. دیگر طاقت نکردم. تو با خواهشی کی این کارا کردی؟ انشالله که چقدر رو نمیفروشد. جنابی چغتای گفته هایم دروغ بود. دامولازیو بیگناه هست. زهرا، از امروز اعتباراً با این چغتای ابله تمامی رفت و آمدنت را میکنی. فهمیدی مرا؟ فهمیدم بابا جان. از این پس آن ابله را حتی دیدن نمیخواهم. خیلی خوب. آن چغتای ابله از این پس دیگر یگان قدمش را به این خانه نگذارد. شنیدید مرا؟ از این پس قدمش را به این خانه نگذارد. بسیار عذر زیاد میپرسم از شما. لطفاً ببخشید مرا. میلش، میتوانی روی. دیگر این کارها نکن که دیگر به اینجا نبیا. رو. بیچاره دامولازیو، تهمت به ما گفت. ما باشیم باور نکردیم. گناهش را گرفتیم. مکنون چی می شود؟ من حاضر رفته از عذر میپرسم بابا جان. نه، از نام همه ما عذر میپرسی. از نام همه ما عذر پرس. تمام بابا جان. مادر مکرتان روی آب برآمد. کجا شده پیمو برا؟ او می آید. تشویش نباش. شاید برای کاری خیری رفته است. بیاید هم فکر میکنی تو رو میبخشد زهرا؟ اومد. دامولا صحبت کردنمون در کار. چی گپ زنم؟ لطفاً این خیلی گپ نزنید. حاضر کار دارم. بعد یگان وقت دیگر. دامولا، از قفای من آمدن رو بس کن. امروز نمی شود. این دختر تماما شرم و حیا ندارد. ما باید حاضر صحبت کنیم. در پیش این مردم عیب است. عیب ها؟ من به شرم کو. من برای از پس شما آمدنم شرم نمی دارم. برای گپایی باور نکردم شرم دارم. از این لحظه های اعتباراً هیچ چیز برایم مهم نیست. باور کردن و یا نکردن کسی به من مهم نیست. تنها یک چیز غمگینم کرد که شما با تهمت یک زن باور کردید و به من نه. دامولا، من به شما باور داشتم اما آن صورت ها. شما را غمگین کردم میدونم، اما ما رو ببخشید خواهش میکنم. حالا دیر شد. دامولا، مرا در نیمه راه نپرتایید خواهش میکنم. خواهش میکنم.
دختر غمگین از خونه خورده گیریه دارد در این شب پیشت آمده است چی ناز داری؟ شوکت بس کن. اینه چلوقم اومد. این دیونه چیکار میکرده باشد؟ تو مردم را احمق خیال کردی. حاضر با تو احمق را نشان میدهم.